سلام رفقای گلم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بچه داخل این ویدیو اومدیم درباره اسکم بودن یا نبودن ایدراپ دبلیو کوین با هم صحبت کنیم و اینکه آیا واجد شرایط نشدیم چیکار کنیم، واجد شدیم چیکار کنیم. پس تا آخر این ویدیو همراهمون باش. دمت گرم. قبل هر چیز ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنی، ویدیو رو هم لایک کنی. اگر هم صحبتی، سخنی، کامنت چیزی درباره این ایدراپ داشتی و یا هر مورد دیگه پایین این ویدیو برامون قرار بده، هم ما میخونیمشون هم بچهای دیگه ازش استفاده میکنن. بریم سراغ آموزش. خب زمانی که وارد ربات بشیم سمت راست پایین یه بلیت بنفشنگ برامون میاره، روش که بزنیم وارد همچین صفحه میشیم. میگفته که این یک تیکت یاقوت کبوده، کلید بچه‌ها به دنیای ناشناخته و دنیای مثلا اسرار نامحسوس. حالا داره از خودش تعریف میکنه، یک انتخاب، یک واقعیت. آیا مثلا شما آماده هستین برای همچین یا همچین چیزی؟ زمانی که روش بزنیم گفته برای اینکه وارد این دنیای ناشناخته‌اش بشیم بعد 1 تن یا 179 تا استارز پرداخت کنیم که ما میگیم نمیخوایم وارد دنیات بشیم. دمت گرم، دنیات برای خودت. میایم بخش بعدیش، بخشی که میتونیم ببینیم آیا واجد شرایط شدیم یا نه. همونطور که داریم میبینیم من واجد شرایط نشدم و برای اینکه بخوام واجد بشم باید روی اون دکمه آنلاک بزنم و با پرداخت 1 تن یا 179 استارز من هم واجد شرایط بشم و ایدراپمو دریافت بکنم. بچه کسایی که واجد شرایط شدن بازم همین گزینه براشون میاد، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. این در هر صورت برای هر دو تامونه. حالا ممکنه منی که واجد نشدم برای که بخوام واجد بشم این 1 تن رو بدم، بعدش که حالا واجد شرایط شدم دوباره اون 1 تن رو برام بیاره. پس ممکنه کسایی که مثل من واجد نشدن 2 تن براشون بیاره که حالا در ادامه توضیحات بیشتری رو بهتون میدم و همین که حالا بهتون میگم که خودم پرداخت میکنم یا نه. اولش بریم یه سر به خود کانال وی کوین یا همون دبلیو کوین خودمون بزنیم. توی حد فاصله بچا دمتون گرم که ویدیو رو لایک میکنید، چنل رو هم سابسکرایب، اگر هم کامنتی بذارین که عشق من. دمتون گرم. خب زمانی که وارد کانالش بشین طبق پیامی که داخل کانال تلگرام براتون گذاشتم، اگر هم بچا صدام گرفته عذرخواهی میکنم. گفتم یه چند روزی مریض بودیم و بد مریضی هم بود، خیلی حواستون باشه که شما نگیریدش. زمانی که وارد خود کانال دبلیو کوین بشیم اینجا گفته که بهمون فارم دبلیو کوین تموم شده و گفته دوستان زمانش فرا رسیده و ماینش تموم شده. قرار موجودی هامون فریز بمونن، یعنی به همون شکل ثابت که هستن و هر چقدر پوینت دست آوردیم بمونن. و calculating is began، مثلا محاسبه شروع شده و ممنونیم از شما به خاطر اون تبایی که زدیم و تسکا و همچنین اون چیزی که شادی که درست کردیم، اون اتفاقی که رقم زدین و اینکه به زودی اطلاعات بیشتری درباره اینکه تاس ها و اون باتری هامون رو به ویوچر یا همچین چیزی سواب بدیم اطلاعات بیشتری بهمون داده میشه. ایدراپ claim will be able to until the May و میگه بچه‌ها ایدراپ در 14 می قابل برداشته و میگه این تنها 1 هفته دیگه باقی مونده. 14 می هم تقریبا فکر کنم میشه 24 و 25 اردیبهشت ماه که بعد تا موقع منتظر بمونیم و این ایدراپ میخواد چیکار کنه. بچه‌ها میایم 7 روز قبل‌تر میخوام پیاماشو بهتون بگم و بدونین چیه. گفته دوستان بالاخره اون لحظه‌ای که منتظر بودیم فرا رسیده و ماینینگ دبلیو کوین به صورت رسمی قراره مثلا به زودی پایان پیدا کنه، تموم بشه و اینکه فقط 7 روز زمان داریم تا اینکه will be permanently disabled، مثلا ناپدید بشه بخش ماینینگ ما و همچنین قرار نیست توکن بیشتری استخراج بشه و ممنون از این شور و شوقتون و اشتیاقتون و اون تبایی که کردید و شماها بودید که مثلا وی کوین رو به همچین شکلی در آوردید یا مثلا ساختید. داره بچه‌ها افتخار میکنه که کاش نمی ساختیم و مثلا از روز اول باهاش کار نمی‌کردیم. میریم سراغ این پیامی که فکر کنم تقریبا 9 10 یا 11 اردیبهشت بود که یه توضیحاتی براتون داخل کانال قرار دادیم براتون و حالا بریم ببینیم گفته چی. میگه دوستان it's happening، اتفاق افتاده، فرایند رسمی ایدراپ آغاز شده و اولین اقدامات یا همون قدم ها در حال حاضر در برنامه فعال شده. میگه قراره چه اتفاقی بیفته و اینکه در حال شمارش همه چیز هستیم و تعداد کاربرها اونقدر زیاده که زمان بیشتری رو میطلبه و بعد شمارش ماینینگ متوقف میشه که طبق 2 تا پیام پایین بهتون همه چیز رو گفتیم. آماده باشید که لحظه بزرگ نزدیکه و میتونید انتخاب کنید یا رمز ارزهای خودتون رو به صرافی یا کیف پول انتقال بدید. و در آخر بچه‌ها هیچ جا هنوز خبری از لیست شدنش منتشر نشده و میگم هیچ خبری هم در دسترس نیست و ممکنه مثل ایدراپ های دیگه هم اسکم از آب در بیاد و همین که بیاد بگه نه آقا مثلا 24 اردیبهشت نشد، شما 1 تن هم دادی دیگه، بیا مثلا
چه میدونم 10 روز بعدش، مثلا 10 خرداد یه همچین تایمی دوباره بیاد، یه تایمو بذاره برای برداشت و یه همچین قضیه چندین ماه یا حتی سال طول بکشه. پیشنهاد نمیدم این یه دونتون رو پرداخت کنید و داخل ویدیو قبلم گفتم امیدی بهش ندارم و خودم پرداخت نمی کنم و خوبیش این بود که من خودم حتی وی گلکسیو تا اونجایی که میدونم نخریدم براش و یکی از بکنم کارهای خیلی خوبی که برای این ایدراپ انجام دادم همین بود که کلا پرداختی نداشتم. بچه‌ها این نظر من بود، حتما نظرتون رو پایین ویدیو بهمون بگید که آیا شما پرداخت میکنید یا نه و دمتون گرم که ویدیو رو تا آخر دیدید. لاک و ساب فراموش نشه، تلگراممون سمت چپ پایین هست، اتفاقا چیزی بیفته اونجا میذارم. اگر هم سوالی داشتید همینجا هم پشتیبانی تلگرام ازمون بپرس. دمتون گرم، فعلا.